داستان جنایی امروز در مورد یک تماس با پلیسه. تماسی که در روز سال نو گرفته شد و پلیس رو سمت یک کشف وحشتناک سوق داد. یک وان حمام با تکه های گوشت و شست پای دختری 4 ساله. در ابتدای کار بهتون بگم که اگه مود خوبی ندارین یا روی بچه ها حساس هستین، از این پرونده بگذرین. درود و وقت بخیر میگم به همه شما دوستای عزیز. با مرور یه پرونده جنایی دیگه در خدمت شما خوبان هستیم و امیدوارم که از برنامه امروز لذت ببریم. ممنونم که با لایک و سابسکرایب از ما حمایت میکنیم. کیس امروز رو با مادر شروع میکنیم. کندیس دیاز در سال 1993 به عنوان فرزند تیموتی و رووینا در کنتاکی به دنیا اومد. طبق معمول و روال همیشگی پرونده‌های جنایی، کندیس کودکی آنچنان خوبی نداشت. پدر و مادرش همیشه در حال دعوا بودن، به هیچ عنوان ذره‌ای توجه به این دختر بچه نشون نمیدادن و به قولی بود و نبودش توی خونه واسه تیموتی و رووینا فرقی نداشت. زمان گذشت تا اینکه کندیس 4 ساله شد. اینجا بود که از خونه خودشون نقل مکان کرد و به خونه مادر بزرگ الکلیش رفت تا با اون زندگی کنه. این زن هم به خاطر سنش و هم شرایطی که درش قرار داشت آنچنان توجهی رو نمیتونست به نوش بده یا شاید هم کلاً براش مهم نبود و این بی‌توجهی قرار بود فاجعه آفرین بشه. یک روز وقتی این 2 نفر توی خونه با هم تنها بودن، مادر بزرگ با سیگار روشن به خواب میره. سیگار روی زمین میفته و باعث میشه خونه آتیش بگیره. مادر بزرگ از گرما و دود حاصل از آتش سوزی بیدار میشه. خودش رو از پنجره پرت میکنه بیرون و کندیس 4 ساله رو توی خونه در حال سوختن تنها میذاره. کندیس در ابتدا به خاطر ترس شروع به فریاد زدن و گریه میکنه و کمی بعد وقتی آتیش اینقدر بزرگ میشه که پوستش رو بسوزونه، جیغ‌های دختر بچه از همیشه بلندتر میشه. اما مادر بزرگ یک سیگار دیگه روشن میکنه و منتظر میمونه تا آتش نشانی خودش رو برسونه. بالاخره کندیس از اون خونه بیرون میاد، اما سوختگی سراسر بدنش پخش شده و چیزی حدود 50% از پوستش رو سوزونده بود. کندیس رو سریعاً به بیمارستان رسوندن و طی چند ماه آینده برای اینکه روند درمانیش رو کامل طی کنه، بارها روی بدنش عمل جراحی انجام دادن. اگرچه که زخم‌های جسمش خوب شد، اما کندیس در شرایط روحی خوبی نبود و متاسفانه بعد از این اتفاق دچار PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه شد. هر شب کابوس‌های وحشتناک در مورد آتش می‌دید و عملاً دیگه نمیتونست به اعضای خانواده‌اش اعتماد کنه. توی عکس‌ها شاید آنچنان مشخص نباشه، اما کندیس آثار این سوختگی رو اگرچه خیلی کم تا سالها همراه خودش داشت. بعد از این اتفاق رووینا و مادرش هر دو متهم شدن و برای 12 ماه رفتن زندان. پدر کندیس هم در همین دوره به خاطر جرائم دیگه توی زندان بود و این 3 نفر هرگز کوچکترین تلاشی نکردن تا با کندیس روبرو بشن، تماس بگیرن، حالش رو بپرسن یا کاری باهاش داشته باشن. و همین خاطر حق حضانت فرزند رو به طور کامل ازشون میگیرن و به یکی از آشنایانشون که در این مدت کندیس با اون زندگی میکرد، یعنی خانم سینتیا دیاز میدن. و از 7 سالگی به بعد میشه گفت که کندیس یک کودکی کاملا نرمال با کوله‌باری از تروماها داشته. حالا زمان رو کمی جلو میبریم به 2012 وقتی که کندیس 19 سال سن داره. توی این چند سالی که زمان رو زدیم جلو، سینتیا و کندیس به دیترویت میشیگان نقل مکان کرده بودن. در این دوره کندیس سر کار نمیره، هنوز با مادر خونده‌اش زندگی میکنه و با فردی به نام کایل برت که 2 سال ازش بزرگتره قرار میذاره. آشنایی و رابطه کندیس و کایل به سال نرسیده بود که کندیس باردار میشه و در 3 جولای 2013 یک دختر بسیار زیبا به نام گبی به دنیا میاره. گبی که قربانی امروز پرونده ماست. گبی به عنوان یک فرشته کوچولو و شیرین که همیشه لبخند روی لبهاشه
توصیف شده و همه از به دنیا اومدنش خوشحال بودن. کایل به خونه سینتیا و کندیز نقل مکان میکنه تا هر 3 نفر با هم این کوچولو رو بزرگ کنن و کنارش وقت بگذرونن. همه چیز برای این 4 نفر عالی بود تا اینکه 6 ماه بعد کندیس و کایل خیلی ناگهانی به دلیل اختلافات بینشون از همدیگه جدا میشن و کندیس سریعاً با فردی به نام براد فیلدز وارد رابطه میشه. براد 24 ساله بارها به جرم حمل سلاح و خشونت و دعوا زندان رفته. براد به عنوان یک فرد خشن، کنترلگر و سوء استفاده‌گر توصیف شده. گفته شده هر رابطه‌ای که براد تا به حال داشته پر بوده از آزار و اذیت لفظی و فیزیکی. همه رو آزار میداده، فریاد میزده و اونها رو مجبور میکرده ازش اطاعت کنن. و بدتر از همه این که براد اسکیزوفرنی داشته. دارو مصرف میکرده و علاوه بر داروهای خودش یک عالمه مواد مخدر و داروهای غیرقانونی سنگین میخورده. کندیس روز و شبش رو توی بغل براد میگذروند و گبی رو پیش سینتیا میذاشت. خیلی وقتها کلن خونه براد میموند و اصلاً به مادر خوندش نمیگفت کجاست و در آخر کار به جای میرسه که سینتیا فول تایم از گبی مراقبت میکرده. کندیس اهمیت نمیداد که بچهش مریضه، راه رفته، حرف زده، دندون جدید در آورده یا نه. اون کل تایمش رو پیش براد بود و کمی بعد به طور کلی پیش اون نقل مکان کرد و گبی رو به دست سینتیا سپرد. و اما بشنوین از رابطه این 2 نفر. براد زمانی که سینتیا رو میدید خیلی رفتار خوبی با کندیس داشت، اما به محض اینکه این خانم از جمع خارج میشد یا اونجا حضور نداشت، براد به یک هیولا تبدیل میشد و همه چیز وقتی به نقطه اوج خودش رسید که کندیس به خونه اون نقل مکان کرد. این 2 نفر توی یک خونه نقلی زندگی می‌کردن و همسایه‌ها شب و روز میتونستن صدای درگیریشون رو بشنون و اکثر اوقات که کندیس رو میدیدن متوجه میشدن زیر چشماش سیاهه یا گوشه لبش زخم و پاره شده. همسایه‌ها توضیح دادن که رفته رفته کندیس انگار خالی از احساسات شده بود. وقتی که به بیرون از خونه میرفت حتی سرش رو بالا نمی آورد. با کسی حرف نمیزد و از همه مهمتر اگر مردی رو میدید بلافاصله برمیگشت توی خونه. گویا براد به هیچ عنوان اجازه نمیداد کندیس با مردها حرف بزنه و این توی رابطهشون یک قانون محسوب میشد. این رابطه تا 2 سال به همین منوال گذشت و همه چیز رفته رفته برای کندیس بدتر شد. گبی در اون زمان 3 ساله شده بود. دندون در آورده بود، حرف میزد و توی همین دوره کندیس کم کم دوباره داشت با سینتیا رفت و آمد میکرد. اما کندیس فقط برای اینکه یکم از براد دور باشه میومد اونجا و اصلاً به گبی اهمیت نمیداد. در برخی موارد هم کندیس گبی رو با خودش به خونه‌شون میبرد، اما سینتیا هیچ اطلاعی از این موضوع نداشت که براد چطور شخصیتی داره. بعد از مدتی کندیس یک بار دیگه حامله میشه، اما این موضوع باعث نمیشه براد تغییر کنه. حتی یک بار وقتی که کندیس 9 هفتش بوده، براد عملاً دچار جنون میشه. یک اسلحه برمیداره و میره بالای سر کندیس و میگه میخوام بهت شلیک کنم و بعد خودم رو با همین اسلحه بکشم. اما اسلحه رو میندازه کنار و با مشت پشت سر هم بارها و بارها به سر کندیس میکوبه. برای ثانیه‌ای کندیس خودش رو از دستش آزاد میکنه تا به تلفن برسونه، اما همین که دستش به تلفن میرسه براد این دستگاه رو ازش دور میکنه و میشکنه. براد که به شدت از این حرکت کندیس عصبی شده بود، اسلحه رو بر میداره و به پای سگ بیچاره‌ای که داشتن شلیک میکنه. بعد از اون دوباره اسلحه رو سمت کندیس میگیره و فریاد میزنه بدو، میخوام ببینم میتونی از تیرهام سبقت بگیری یا نه. اگرچه در آخر به کندیس هیچ شلیکی نکرد، بلکه اسلحه رو برگردون سمت خودش و یک تیر به پای خودش شلیک کرد. کندیس وقتی دید براد به خودش شلیک کرده سریع فرار میکنه و خودش رو به یک محل امن میرسونه و از اونجا با پلیس تماس میگیره.
بعد از رسیدن پلیس، براد از تسلیم کردن خودش و اسلحه امتناع می‌کرد و اینقدر این کار رو انجام داد که در آخر پلیس به زور متوسل شد. توی بازدید از خونه، افسرها متوجه شدند که عملاً با یک خرابه مواجه هستند. خونه پر بود از غذای گندیده، توالت پر بود از کثافت، ظرفای کثیف غذا اینور و اونور افتاده بود و از طرفی این دو نفر علاوه بر سگ یک خرگوش هم داشتن و فضولات این دوتا همه جای خونه پخش شده بود. پلیس توی خونه یک عالمه پایپ، ماسک ضد گاز، نسخه داروی غیر مجاز و یک پک از نسخه های خالی تجویز دارو که خودشون پرش میکردن تا بتونن از داروخونه دارو بگیرن. یک عالمه چاقو، گلوله و انواع و اقسام اسلحه توی جای خونه و حتی زیر پارکت های خونه پیدا کردن. وقتی که به ایستگاه پلیس میرن و در ابتدا از کندیس بازجویی میکنن، این خانم میگه که دوست پسرش اسکیزوفرنی داره و برای همین اینجوری رفتار کرده و پشت سر هم این رو تکرار میکرد. در آخر کندیس رو فرستادن خونه و بعد از یک روز براد رو فرستادن خونه که تا پایان تحقیقاتشون اونجا بمونن. اما 3-4 روز بعد کندیس رفت ایستگاه پلیس و همه اظهاراتش رو پس گرفت. در تمام این مدت هم براد توی پارکینگ منتظر مونده بود تا کندیس برگرده و علاوه بر اینها کندیس میگه که اسلحه مال منه و هیچ ربطی به براد نداره. پلیس هم برای این کار 2 سال به پاهاش پابند میبنده و این میشه محکومیتش. کندیس این کار رو کرد چون اگه براد برای اسلحه حکم میگرفت با توجه به سوابق بدش میرفت زندان. در سال 2016 کندیس بالاخره فارغ میشه و یک دختر دیگه به نام زویی به دنیا میاره. زویی و پدر و مادرش توی همون خونه با همون وضعیت میمونن و هیچ کس اصلاً اونجا رو حتی تمیز هم نمیکرده. یک کیسه زباله رو بعد از این که بوی گندش همه رو آزار میداد با کلی منت بیرون میبردن. زمان باز هم میگذره و ما 9 ماه جلوتر میریم به وقتی که یک اتفاق مهم در پرونده امروز رخ میده. گبی در حال حاضر 4 سال سن داره و هنوز با سینتیا زندگی میکنه و مدت هاست که با مادرش ارتباط نداشته. یک بچه کاملا سالم و شاد و خوشحال بوده. سینتیا عملاً عاشق گبی بود، با اینکه نسبت خونی نزدیکی باهاش نداشت، حسابی بهش میرسید و تمام توانش رو میذاشت تا نیازهای این دختر بچه رو به خوبی رفع کنه. گفته شده گبی عاشق این بوده براش کتاب بخونن. دفتر رنگامیزی داشته و انیمیشن مورد علاقش فروزن بوده. همه چیز داشت عالی پیش میرفت تا اینکه سینتیا مجبور میشه گبی رو برگردونه پیش والدین اصلیش، یعنی کندیس. چون گبی 4 ساله بود و باید توی پیش دبستانی ثبت نام کرد و این کار فقط و فقط از طرف کسی میتونه انجام بشه که حضانت قانونی فرزند رو داره، نه سینتیا. گبی به خونه سینتیا و براد وارد میشه و این شروعی بر دوران تاریک گبی زیبا و معصوم بوده. براد اصلاً از اومدن گبی به اونجا خوشحال نبود و به طرز خیلی بچگانه‌ای نشون میداد که مثلا ببین من بابای زوییم، بابای تو نیستم، از این خونه برو. براد مرتباً و بدون توقف این بچه رو تحقیر و مسخره میکرد. بابت کوچکترین اشتباه سرش فریاد میکشید و تنبیهات سختی براش در نظر میگرفت. و نقطه دارک این پرونده اینجاست که کندیس هم بعد از مدتی به این جمع اضافه میشه. این 2 نفر گبی رو توی یک اتاق کوچیک مینداختن و ساعتها اون رو به تنهایی درش نگه میداشتن. بهش غذا نمیدادن و مجبورش میکردن با آب سرد حمام کنه و حتی گاهن توی وان حمام یخ میریختن تا گبی رو بیشتر آزار بدن. رفته رفته این آزارها شدت بیشتری گرفتن و دائما روی بدن گبی میشد آثار کبودی و زخم رو دید. مواقعی وجود داشت که کندیس مجبور میشد از خونه بره بیرون و در اون تایم براد دائما بهش پیام میداد که مثلا گبی فلان کار رو کرد و کندیس هم متاسفانه میگفت خب کتکش بزن، به جای من درست و حسابی بزنش. همه چیز داشت بدتر میشد و متاسفانه تمام این آزارها باعث شده بود گبی رخت خواب و شلوارش رو دائما از ادرار و مدفوع کثیف کنه. در واقع این ریاکشنی بود که بدن گبی داشت به این آزار و اذیت‌ها میداد.
اونم وقتی میدیدن این بچه خودش رو خیس کرده بیشتر از قبل تنبیهش میکردن و هرچی تنبیه بیشتر میشد شب ادراری ها و بی اختیاری های گبی هم بیشتر میشد. سرش فریاد میزدن، به بدنش میکوبیدن و بدترین فحشای ممکن رو به کودک 4 ساله‌ای که هیچ درکی ازشون نداره میدادن. مثلا یه بار بود که براد با ناخن‌هاش بدن گبی رو چنگ میزنه و خراش میده. توی دهنش میکوبه و بعد با چنگال به ساق پاش ضربه میزنه. نسبت به نیازهای گبی به طرز وحشتناکی بی‌توجه بودن. سر این بچه پر بود از شپش. حموم نمیرفت. بدنش کثیف بود و همون لباسایی که درشون ادرار کرده بود رو بدون شسته شدن بارها و بارها میپوشید. این بچه به شدت دچار سوء تغذیه بود و به سختی غذایی گیرش میومد که بخوره. گویا کندیس اون زمان بیرون از خونه کار میکرده و براد پشت سر هم بهش پیام میداده که آره دختر دوباره خودش رو خیس کرده، داره از عمد این کارا رو انجام میده، میخواد که ما از دستش عصبانی بشیم و دیگه تحملش داره سخت میشه. مثلا یه بار به کندیس پیام میده که میخوام گبی رو توی ادرار خودش خفه کنم، البته قبلش باید یک عالمه از مدفوعش رو به خوردش بدم. حالا به نظرتون چرا اینها رو گفته؟ چون انگار این بچه 4 ساله با اون حجم از ترسی که نسبت به براد داشته به سمتش مدفوع پرت کرده. گفته شده در ابتدا گبی به پیش دبستانی میرفت. معلم‌ها و بچه‌ها دیده بودن وضعیت این بچه رو ولی انگار هیچ کس کاری برای اون نکرده و اگه گزارشی هم داده رسیدگی نشده. سینتیا بارها و بارها درخواست کرده بود کندیس اجازه بده بچه رو ببینه، اما کندیس هر بار به یک بهونه اون رو دست به سر میکرد و در تمام مدتی که گبی اونجا بود سینتیا فقط یک بار و اون هم در عید شکرگزاری سال 2017 تونسته بود ببینتش. و برای اینکه سینتیا متوجه شرایط بد گبی نشه، این 2 نفر چند وقت قبل از عید بچه رو کتک نزدن تا جای کبودی‌هاش خوب بشه. توی این خونه اما با زویی کاملا متفاوت رفتار میشد. با اینکه اونجا یک خونه کثیف و حال به همزن بود ولی عملاً هیچ گونه کتک و آزاری متوجه زویی نمیشد و اتفاقاً براد و کندیس رفتار خیلی خوبی با این بچه داشتن. میرسیم به دسامبر 2017. شرایط هنوز برای گبی به همون صورته و چه بسا به علت سوء تغذیه همه چیز براش سخت‌تر هم پیش میرفته. در این دوره براد و کندیس برای اینکه بهتر بتونن از گبی نگهداری کنن و بهش برسن توی اتاقی که زندانیش میکردن یک دوربین و مانیتور کودک نصب میکنن تا بتونن مرتب چکش کنن. توی این مانیتور نشون میده که گبی روی زمین میخوابه چون اجازه نداشته از توشکش استفاده کنه. گویا این هم یک تنبیه دیگه بوده چون گبی مرتب جاش رو خیس میکرده. بعضی وقتها این دختر بچه مجبور بوده به جای لباس یک کیسه زباله به تن کنه چون باز هم اون دوتا نمیخواستن که لباسهاش رو کثیف کنه. میریم به اواخر دسامبر. دقیقاً 3 ماه بعد از اینکه گبی به این خونه نقل مکان کرده بود و اینجا جاییه که ما باید کم کم با این دختر کوچولو خداحافظی کنیم. شب سال نو براد و کندیس گبی 4 ساله رو متهم به بدرفتاری میکنن و پشت سر هم فریاد میزنن و دعواش میکنن. یادتونه گفتم که یکی از تنبیهات گبی حمام با آب یخ بود؟ این بار اما کندیس تصمیم میگیره روش تنبیه رو تغییر بده و به جای آب سرد آب داغ رو روی بدن دخترش بریزه و اون رو حمام کنه. دختر بچه رو کشون و با زور وارد حمام کردن. آب جوش رو باز و گبی رو زیرش هل دادن. به محض برخورد اولین قطره از این آب گبی با تمام وجودش از درد شروع میکنه به فریاد زدن. براد و کندیس اون رو مجبور میکنن تا توی حمام زیر آب جوش بشینه. چند ثانیه میگذره و دیگه به چشم میشدید که بدن بچه سوخته و این دقیقاً همون اتفاقیه که توی کودکی برای خود کندیس افتاده. گویا اون لحظات کندیس میخواسته که گبی دردی که خودش کشیده رو احساس کنه. بعد از اینکه مطمئن میشه بدنش به اندازه کافی سوخته، گبی رو از حمام بیرون میبره و توی اتاقش پرت میکنه. فردای اون روز بعد از اینکه از خواب بیدار میشه سراغ کندیس میره. یک بچه 4 ساله است که بدنش سوخته، به خاطر همین کمی غر میزنه. گریه میکنه و کندیس به شدت عصبی میشه.
دست گبی رو میگیره و میگه باید یه بار دیگه بریم همون. این بار میخوام از بیخ و بن سوختگیاتو تمیز کنم. گبی رو میبره طبقه بالا و یک حمام آب داغ دیگه به پا میکنه. کودک رو با فشار و زور در حالی که براد هم اونجا ایستاده یک بار دیگه زیر آب جوش میفرسته و در همون حین شروع میکنه به سابیدن و اسکراب کردن قسمت‌های سوخته بدن گبی. نمیدونم با چه وسیله‌ای اما عملاً در حال سابیدن و کندن پوست سوخته گبی بوده، اون هم در حالی که هنوز داشته آب داغ روی بدنش میریخته. ثانیه‌ای نگذشته بود که پوست کودک عملاً داشت ذوب و آب میشد و میافتاد پایین و گوشت بدن بچه از شدت داغی آب در حال پخته شدن بود. کندیس در مورد این اتفاق گفته اگه لول درد رو 1 تا 100 قرار بدین، گبی اون لحظه داشت لول 99 رو تجربه میکرد. براد هم پشت سر هم فریاد میزده که خفه شو. کندیس رو بیشتر از قبل تشویق میکرد که پوست تن کودکش رو بسابه. کندیس دستش رو روی دهان گبی میذاره تا ساکتش کنه و حالا کودک علاوه بر دردی که متحمل میشه داشت خفه میشد. ثانیه‌ای بعد کندیس موهای گبی رو توی دستش میگیره و پشت سر هم میکشه به طوری که هر بار یک توده بزرگ از موهای بچه رو میکنده. در بین این تقله‌ها و آب جوش گویا در این گیرودار انگشت شست پای گبی از جا در میاد و کنده میشه. این کار رو تا جایی ادامه میده که کودک از حال میره و اینجاست که کندیس وحشت میکنه. از توی وان بیرون میکشه و پرتش میکنه کف حمام. به خاطر این ضربه کودک به هوش میاد و شروع میکنه به استفراغ کردن. وقتی استفراغ کردن دخترک تموم میشه، یک بار دیگه از حال میره و عملاً دیگه نفس نمیکشه و نسبت به هر گونه محرکی بدون پاسخه. کندیس باز هم وحشت میکنه و بلافاصله با سینتیا تماس میگیره. سینتیا با تمام سرعتی که میتونسته خودش رو به خونه براد و کندیس میرسونه. به محض ورود با بدترین صحنه زندگیش مواجه میشه. نصف موهای دخترک کنده شده، بدنش کاملا سوخته و انگشت پاش قطع شده. در اون لحظه براد داشت عملیات احیا رو انجام میداد، اما لبهای گبی از قبل آبی رنگ شده بود. سینتیا فریاد میزنه و کندیس رو مجبور میکنه با پلیس تماس بگیره. آمبولانس خودش رو میرسونه و گبی رو به نزدیکترین بیمارستان میرسونن. اما گبی 4 ساله، دخترکی که به نقل از مادر بزرگ پدریش وجودی سراسر از شادی داشت، به دلیل تمامی صدمات وارده، اعم از سوختگی شدید، نارسایی اکسیژن و شوک شدید از دنیا رفت. در قدم بعدی پلیس به سرعت این 2 هیولا رو دستگیر میکنه و هر دو رو میفرسته برای بازجویی. کندیس توی بازجویی به طرز مسخره‌ای میگه که گبی خودش به تنهایی رفته حمام و این اتفاقات براش افتاده. گفته که گبی رفته حمام، بعد من آب رو براش روی درجه معمولی تنظیم کردم و بعد من رفتم تا یکم پنکیک درست کنم. گبی رو توی حمام تنها گذاشتم. گبی همیشه این کار رو انجام میده. بعد از اینکه پخت پنکیک هاش تموم میشه، میره توی حمام و میبینه همه جا پر از بخار آبه و گبی پاش لیز خورده و توی وان از هوش رفته. کندیس با این توضیح علت مرگ رو که سوختگی و کمبود اکسیژن بود رو توجیه کرد و در ادامه بارها گفت که براد اون لحظه اصلاً توی حمام و پیش ماها نبود. تیم تحقیقاتی پلیس رفتن خونه براد و کندیس و توی فاضلاب بقایای گوشت انسان به همراه انگشت شست پای یک کودک رو پیدا کردن. در ادامه نتایج کالبد شکافی گبی نشون میداد که هیچ آبی وارد ریه‌هاش نشده و عملاً اون توضیح کندیس که پاش لیز خورده و افتاده توی وان رو رد میکرد. در این نتایج مشخص شد که علت کمبود اکسیژن گبی در واقع به خاطر بسته شدن راه‌های تنفسی اون بوده. پلیس اینجا بود که متوجه شد حتما اون 2 نفر یه دستی توی این ماجرا داشتن. متاسفانه اما پلیس این 2 نفر رو بعد از بازجویی آزاد کرده بود و حالا باید میرفتن دستگیرشون میکردن. حالا کندیس و براد کجا؟ زویی رو همون جوری ول کرده و 1 هفته‌ای میشد که فرار کرده بودن. پلیس یک تعقیب و گریز گسترده برای این زوج قاتل تشکیل داد و اخبار جنایتشون عملاً کل مدیا رو پر کرده بود.
سرانجام 8 روز بعد از قتل گبی، وقتی که به خاطر تخلف ترافیکی پلیس نگهشون داشته بود، دستگیر میشن. هر دوی اونها به قتل درجه 1 و کودک آزاری متهم شدند. در سال 2018 کندیس بالاخره بعد از کشمکش‌های زیاد، وقتی که فهمید دیگه نمیتونه از زیر جرمش در بره، با قول همکاری که گرفت به جرمش اعتراف کرد. اما براد که فکر میکرد میتونه از زیر بار کارش در بره، بارها درخواست دادگاه اعتراضی داد. درشون شرکت کرد و عملاً چون هیچ دفاعیه و شاهد درست حسابی نداشت، متهم اعلام شد. از اونجایی که کندیس به جرمش اعتراف کرده و همه چیز رو قبول کرده بود، به 30 الی 60 سال زندان محکوم شد. اما براد حکم حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط گرفت. لطفاً نظرات خودتون رو درباره این پرونده با ما به اشتراک بذارین. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین و با لایک کردن ویدیو ما رو حمایت کنین.